او به اولا استاد می تو توقع داری میکنم تو بزنی، تو غلط کردی توقعیت. من اگه به خاطر تو گپ بزنم خیلی خوشم میتونم تو اعتراضی بکنم که، اما خدا کنه همین لحظه از من ناراض شه. تو کسی که من به خاطر رضایت تو گپ بزنم؟ تو پیش خود چت کلام بیایی؟ رضایت الله کافی است. ما مطابق شریعت گپ میزنیم، مطابق نیاز گپ میزنیم. ما هیچ چیز نشده، شما مریضین که توقع داری هر غلطی کردی من بیام تایید بکنم. بله ها. چرا؟ چون بترسم. خیلی ها ترس سرچپه گرفتن. خب حالا گفتنش خوب نیست. خیلی از استادا گفتم ما استادا اینی گپ ضرورت است بیاین در موردش گپ بزنیم. استاد گفت برای جنجال جور میشه. نه گفتم میگم. میفهمین؟ نگفتن گپ در اون جایی که ضرورت به گفتن داره ترس است. میفهمین؟ این شجاعت است برای کسی که بفهمه شجاعت یعنی چی. او کسی که در اینجا میآید فقط او گپای را میگه که این امینا برش بگن بله 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 بله. و خطاهای او مخاطبین اولیه خود گفتن نتانه ولی با ما مشکل جور میشه. اینی ترس است. و گفتن خطا در جایی که باید گفته شود ولو مشکل داشته باشه، این شجاعت مردانگی است. میفهمین؟ خیلی ها مطابق نگاه خود قضیه را میاد توضیح میدن. شجاعت و غیرت و مردانگی را مطابق گمان خود میاد تفسیر و تحویل میکنه. نه، دین صحیح باید بفهمه. خیلی از صدای بسیار نزدیک آمدن استاد کرده اینی جنجال برای جور میکنه و ممکن جورم بکنه، همیال جور بکنه. ما به تقدیر الله ایمان داریم. لا یصیبنا الا ما کتب الله. قسم به الله اگه کمی هم چرتم خراب شده باشه در هیچ موردش. بسیار استاد مرگ در میلیون میبینه. قسم به الله چند نفر مرگ در میلیون دیده اگه نفسش استاد چی بس استاد دیگه پاره میزنید اینجا میگردیم. گفتم بله میگه پاره میزنید میشه میگردم. متوجه شدین؟ و باز خلاف اینه چی میگه؟ شجاعت مردان ده اینجا که پاره نزن فلانی تو میبینی که چی حالت داره. گفتم داشته باشه. و ما این مکلفیت خود میبینیم که اول باید در این مورد